الو، سلام علیکم. از تا که من سهر زنگ میزنم. 4 ساله که تو خونه نشستم، نمیدونم چی شده به من. با قرآن آشنا شدم، نمازم و مرتب میخوانم، ولی بر کارم لنگ افتاده. در نون در آوردن خیلی مشکل شده برای من. شاید آزمایش خداوند اینجوری فکر میکنم. خدا به شما یک فکری به حال من بخوره، نگر راهنماییم بکنم. خداحافظ. Mm-hmm.